سفری است از دل به دل و فرصتی است برای دیدن نگاه‌هایی که شاید کمتر دیده شده است. کار با این کودکان آموختن دوباره انسانیت است، تمرینی برای دیدن، شنیدن و بودن، بی قضاوت، بی عجله و با عشق. از شما دعوت می کنم تا مصاحبه‌ای که با پایگاه خبری صدای چراغ امید نیوز را که در ارتباط با کودکان نیازهای ویژه فراهم شده است ملاحظه بفرمایید.